سلام رفقا، به کانال من خوش اومدید. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. لطفاً قبل از ادامه ویدیو کانال رو سابسکرایب کنید تا هر وقت لازم شد به کانالمون سر بزنید. سگ سرابی یا ماستیف ایرانی یا ماستیف پارسی از نژاد سگ‌های ایرانی بزرگ اندامه. ظاهر این سگ به سگ کانگال شباهت‌هایی داره که به دلیل موقعیت جغرافیایی نزدیک این دو نژاد به همدیگه هستش. اما سگ سراب از لحاظ جثه کمی بزرگتر از سگ کانگاله. یک نژاد بزرگ از سگ‌های نگهبان دام از ایرانه که منشأ اون شهر سراب در آذربایجان ایران هستش. سگ‌های سرابی قرن‌هاست که توسط چوپانان محلی برای محافظت از گله‌های گوسفند و بز در مقابل گرگ، خرس، شغال و سایر شکارچیان محلی استفاده می‌شدند. سگ سرابی آرام، کنترل شده، مستقل، قدرتمند و محافظه. این نژاد همچنین برای رقابت در دعواهای صحنه‌ای سگ مورد استفاده قرار می‌گیره. این نژاد یکی از قدیمی‌ترین و قوی‌ترین نژادهای سگ بومی در ایران محسوب میشه. هرچه سگ بزرگتر و سنگین‌تر باشه، ارزش اون بیشتره. این سگ غول‌پیکر استخوان‌بندی درشتی داره، قد متوسط و روبه بلند با وزن سنگین داره. بدن این حیوانات سفت و عضله‌ایه. گردن کلوف، بدن استوار و سری پهن دارن. ارتفاع این سگ بین 70 تا 90 سانتی متره. وزن سگ سرابی بین 50 تا 70 کیلوگرم و در سگ نر ممکنه تا حتی 100 کیلوگرم هم مشاهده بشه. پوست این حیوان به قدری ضخیمه که گرگ و خرس نمیتونن اون رو گاز بگیرن و زخمش کنن. حتی ضخیمی پوست باعث تنظیم دمای بدن در فصول سرد و گرم میشه تا بتونن به راحتی با شرایط آب و هوایی مختلف کنار بیان. از دیگر خصوصیات این سگ میتونیم به شکل ظاهری چشم‌ها اشاره کنیم. سایز چشم‌های سگ سرابی اصیل متوسط و بادامی هستش و رنگ اون بین قهوه‌ای تیره تا کهربایی روشنه. فک این نژاد محکم با دندان‌های تیزه. ناگفته نمونه سگ سرابی دارای قدرتمندترین آرواره در بین تمام نژادهای سگ‌های جهان هستش که قدرت فکش بالای 543 پوند بر اینچ مربع است. سگ سرابی در مواجهه با هر تهدیدی بسیار شجاع و بیباک و بی‌پرواست. به گرگ، پلنگ، گراز و خرس و موجودات بزرگتر از خودش حمله میکنه. سگ‌های سرابی تربیت پذیر و کاملا مطیع صاحبان خودشون هستند. با افراد خانواده مهربان و صمیمی‌اند ولی با مشاهده غریبه‌ها یا خطر به شدت تهاجمی میشن. سگ‌های سرابی هوشمندی بالایی دارند اما فرمانهایی که برخلاف منطق اونها باشه نمیپذیرند. دوران طلایی تربیت سگ سرابی زیر 8 ماهگی هستش. بهترین سن برای شروع تربیت 2 تا 4 ماهگیه. جثه بزرگ و تنومند این سگ نیاز به محیط نگهداری بزرگ داره. به هیچ وجه آپارتمان مکان مناسبی برای نگهداری این نژاد نیست. پس اگه دارای ویلای بزرگ یا خانه حیاتدار بزرگی هستید به فکر نگهداری و تربیت سگ‌های این نژاد باشید چون نقش نگهبانی شجاع رو براتون ایفا میکنن. سگ سرابی برخلاف جثه بزرگی که داره از نظر میزان تغذیه با حداقل‌ها راضی میشه. این نژاد اصلا نژاد پرخوری نیست اما کیفیت مواد غذایی برای رشد عضلات و استخوان‌ها اهمیت زیادی داره. تا سن 2 سالگی تغذیه این سگ عادیه. توله سگ‌های این نژاد بهتره که با شیر مادر تغذیه بشن. دادن شیر گاو به توله ها ممکنه سلامت اونها رو به خطر بندازه. اگه شیر مادر برای توله ها کافی نبود میتونید از شیر خشک مخصوص سگ ادامه بدید. سگ سرابی از معروفترین نژادهای سگ ایرانیه. اخیراً در کشورهای انگلیس و آمریکا تعدادی از این گونه سگ‌ها مشاهده شده.